فصل 43. تاج دوقلوها. رن روی زمین دخمه نشست و گردن خشک‌شده‌اش را ماساژ داد. بعد از یک شب این پهلو و آن پهلو شدن روی زمین سفت و نمور دخمه بدون پتویی که قولش را به او داده بودند، همه بدنش درد گرفته بود. شب با همراهی موش‌های قصر گذشته و صبح عاقبت فرا رسیده بود. از اینکه باز هم صبحی دیگر را میدید تعجب کرد، ولی آنقدر احمق نبود که باور کند خوششانسی‌اش همینطور ادامه پیدا کند. از بالای سر صدای جنب و جوش خدمتکاران را میشنید که برای برگزاری مراسم عروسی شاه دخت آماده میشدند. سربازان توی محوطه کاخ مستقر میشدند، در حالی که مهمانان گورایی دسته دسته از کاخ به سمت تپه‌ای میرفتند که گنبد مدافع روی آن قرار داشت. قرار بود مراسم آنجا برگزار شود. به زودی روز با شاهزاده انسل ازدواج میکرد و بعد هم بلافاصله به گورا فرستاده میشد. خدایا، چطور همه چیز به این سرعت به هم ریخته بود؟ رن باید هرچه سریعتر از دخمه بیرون میرفت. پرتو باریکی از نور از پنجره به داخل سلولش میتابید. میله‌های آهنی قطور سلول مانع از فرار میشدند. با این حال رن تمام شب به فرار فکر کرده و درباره‌اش خیال پردازی کرده بود. کنار در سلولش ایستاد، مشتی از جلوی چشمش دوید و توی راهرو ناپدید شد. در انتهای راهروی سنگی و نمور، زندانبان روی صندلیاش چرت میزد. چه عجب، بالاخره خوابش برد. رن به سوی پنجره رفت و سوت کشید. صدای سوتش مانند هوهوی ملایم جغ در فضا پیچید. رن با بیتابی داخل سلولش قدم زد تا اینکه صورت شن از لای میله‌های پنجره ظاهر شد. شن به طعنه گفت: انگار دیشب همه چی خیلی خوب پیش رفته. رن گفت س و با انگشت روی شانه به پشت سرش اشاره کرد. زندانبان اونجاست. شن زمزمه کنان گفت: گرین راک، بهم قول دادی برام نوشیدنی بخری. تا صبح کنار آسیاب منتظرت وایسادم. رن که با پایش با حالتی عصبی روی زمین ضرب گرفته بود گفت: میشه فعلا به مشکل من رسیدگی کنیم؟ شن یک شاخه گل رز قرمز را از لای میله ها به او داد. باشه، فقط یادت بمونه به خواهرت بگی من چقدر قهرمان شجاعیم. تازه ازم خوشش اومده و میخوام علاقش بهم حفظ بشه. نمیفهمم چطور تونستی بعد از اینکه دزدیدیش کاری کنی ازت خوشش بیاد. رن گلبرگ‌های گل رز را کند و توی مشتش له کرد. با سر به پنجره اشاره کرد و پیش از آن که وردش را به زبان بیاورد به شن گفت: این اواخر جادوم یکم سرخود عمل کرده. توصیه میکنم عقب وایسی، چون ممکنه اتفاق ناجوری بیفته. شن در چشم هم زدنی ناپدید شد. رن گلبرگ‌ها را به سمت پنجره پرتاب کرد و در کمال خوشنودی دید که میله‌ها لرزیدند. میله‌های آهنی نرم شدند و شن دوباره پیدایش شد. میله‌ها را گرفت و به راحتی از دو طرف کنار کشید تا شکاف نسبتاً بزرگی بین آنها باز شد. فکر می‌کردم قرار نمایش بزرگتری را بندازی. رن گفت: پس تماشا کن، و به سمت دیوار دوید و از آن بالا رفت. شن دستش را از توی شکاف دراز کرد و مچ دستهای رن را گرفت و او را به سمت خود بالا کشید. اما رن که لای میله‌ها گیر کرده بود زیر لب ناسزا گفت. شن با اخم پرسید: چی شده؟ رن که نسیم صبحگاهی با بازیگوشی به صورتش میخورد و انگار مسخرش میکرد گفت: هیچی، شیرینی بادامی زیاد خوردم. پهلوام گیر کرده. شن نتوانست خنده‌اش را مهار کند. رن به او چشم قره رفت. زود باش جنگجو، یکم زور بزن. رن کمی به پهلو چرخید. شن بازویش را گرفت و در حالی که صورتش از فشار در هم رفته بود دست او را کشید تا اینکه صدای از پشت سرشان گفت: آهای، چی کار داری میکنی؟ دستی محکم روی شانه شن فرود آمد، سپس یکی دیگر و بعد یکی دیگر. طولی نکشید که یکی دو جین سرباز ریختن سر شن که از بس حواسش به بیرون کشیدن رن از سوراخ بود متوجه آمدن آنها نشده بود. شن ناسزایی گفت و دست اول را ول کرد. رن به پشت زمین افتاد و وقتی بالا را نگاه کرد متوجه شد که دیر کرده. سربازها دستهای شن را از پشت گرفته بودند و او را با خود می بردند. لعنت به جلبک دریایی. چند دقیقه بعد شن که در سلول دیگری مقابل سلول رن نشسته بود با لحن خشکی گفت: خب اینم از این، حالا چی کار کنیم؟ رن پیشانیش را به میله ها چسباند. حالا صبر میکنیم تا معجزه‌ای رخ بده یا اینکه منتظر مرگ باشیم؟ هر کدوم اول اتفاق بیفته. فصل 44. تاج دوقلوها. روز همه عمر از گنبد مدافع بدش می آمد.
تیرهای سقفی خمیده و چلچراغ‌های بلند ساختمان گنبد تصویر یک قفس تزئین شده و پرزرق و برق را برایش تداعی می‌کردند. امروز سنگ مرمرهای کف ساختمان به قدری تمیز و براق بود که روز می‌توانست انعکاس تصویر خودش را در آن ببیند. پرتوهای نور خورشید از شیشه رنگی پنجره‌هایی به داخل می‌تابیدند که هر کدام تصویری از مدافع را سوار بر اسبی نشان می‌دادند. روز به چهره عبوس مدافع خیره شد و اخم کرد. سپس تورش را روی صورتش کشید. نوازنده چنگ شروع به نواختن آهنگی ملایم کرد که صدایش زیر گنبد پیچید. پشت محراب عروسی آتش جاوید در آتشدان می‌سوخت. پرسیوال ریو، آتشبان گنبد و کسی که قرار بود روز و شاهزاده انسل را به عقد یکدیگر درآورد، کنار انسل که از خوشحالی اشک توی چشمهایش جمع شده بود ایستاده بود. وای انسل! چمپن آهسته توی گوش روز گفت سرت را بالا بگیر. سپس به پشت او سیخونک زد. حالا حرکت کن. به این ترتیب روز با بدنی که منقبض شده بود دست در دست ویلیام راتمورن به سوی محراب حرکت میکرد. برای حفظ آرامشش روی تنفسش تمرکز کرد و همچنان که گرمی آفتاب صبحگاهی را بر شانه‌هایش احساس میکرد به نوای آرام بخش چنگ گوش داد. به خودش قول داده بود به هیچ قیمتی با انسل ازدواج نکند، ولی حالا حاضر بود هر کاری برای نجات خواهرش انجام دهد. اول باید رن را نجات میداد و بعد میتوانست با هم راهی برای نجات ساحران پیدا کند. روز نباید امیدش را از دست میداد. در غیر این صورت نقش زمین میشد و دیگر نمیتوانست از جایش بلند شود. چشمش به یک ببر سفید افتاد که نزدیک محراب نشسته بود و چرت میزد. شاید یکی از حیوانات وحشی گورایی‌ها او را می‌خورد و کارش را تمام می‌کرد. گنبد مدافع پر از جمعیت درباریان و مردان و زنان اشرافزاده آیانا بود که همگی در یک مکان جمع شده بودند. روز نام آنها را تنها به واسطه وزیر می‌دانست و چهرهشان هم کم و بیش برایش بیگانه بود. ویلیام راتمورن از زمان تولدش تک تک زوایای زندگی او را در اختیار خود گرفته بود. روز فقط چند نفر را داشت که واقعاً یار و همراهش بودند. چقدر احمق بود که تا به حال متوجه این موضوع نشده بود. پادشاه الریک و شاهدخت آنیکا در ردیف اول صندلی‌ها نشسته بودند. الریک سر تا پا سیاه پوشیده بود در حالی که آنیکا پیراهنی به تن داشت که به قرمزی موهایش بود. روباه کوچکش روی پاهایش خوابیده بود. تور سمت راست انسل ایستاده و آرواره‌اش چنان منقبض شده بود که گویی از دردی جسمانی رنج می‌برد. پس یک نفر دیگر هم حس و حال روز را داشت. روز لابلای جمعیت دنبال سلست گشت ولی او را ندید. ممکن بود او را هم دستگیر کرده باشند. پدر سلست هکتور پگاسی که جایی در ردیف میانی نشسته بود، وقتی روز از کنارش رد شد به او لبخند زد. روز نتوانست لبخندش را پاسخ دهد. به قدری ترسیده و نگران بود که گمان می‌کرد الان از بالا بیاورد. قدم به قدم به سوی محراب پیش می‌رفت و هر لحظه بیشتر به آینده‌ای که سرنوشتش را برای همیشه تغییر می‌داد نزدیک می‌شد. سرانجام به محراب رسیدند. راتمورن دست روز را در دست شاهزاده انسل گذاشت که از دست‌های روز بیشتر عرق کرده بود. انسل به طوری که چهره روز را پوشانده بود نگاه کرد و آهسته گفت: گلم، فکر کنم الانی که از ذوق بترکم. با اینکه صورتتو نمی‌بینم اما زیباتر از اونی هستی که به زبون بیاد. راتمورن به سوی روز خم شد. احتمالاً همه مهمان‌ها تصور می‌کردند می‌خواهد بوسه پدرانه‌ای بر صورتش بنشاند، ولی راتمورن زمزمه کنان در گوشش گفت: حواست رو جمع کن. بعد دوباره مسیر آمده را برگشت و مثل مجسمه جلوی در ورودی گنبد ایستاد. نوازنده چنگ دست از نواختن کشید و سکوت بر فضا حاکم شد. آتشبان گلویش را صاف کرد. امروز روز خاصی است. روزی که ما نه فقط برای پیوند 2 نفر بلکه برای پیوند 2 کشور دور هم جمع شده ایم و اینها همه به لطف برکت مدافع بزرگه. آتشبان این را گفت و سرش را به نشانه احترام خم کرد. درباریان و اشرافزادگان آیانا هم سر خم کردند. تنها کسانی که سر خم نکردند گورایی‌ها و روز بودند. روز سرش را بلند کرد و بالا را نگاه کرد. و همان وقت بود که سایه عجیبی را پشت یکی از پنجره‌های نزدیک سقف دید. آتشبان پشت سکوی مخصوصش ایستاد. مراسم را با سرود آتش جاوید شروع می‌کنیم، چرا که هیچ مراسم ازدواجی بدون
صدای بلند شکستن شیشه به گوش رسید و آتشبان حرفش را ناتمام گذاشت. لحظه‌ای بعد صدای فریاد واضحی رن مثل ناقوس توی تالار پیچید. من اعتراض دارم.